بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب از این مطلب بگذریم که خالق هستی ذات و حقیقت شناختش آثار داره. مرغوب اثر رغبت داره، مرغوب اثر رغبت داره. این لفظ که میگی شناخت نیست، همانندسازی شناخت نیست. ما مرغوب میفهمیم یعنی چی، این شناخت نیست. ولم یکن له کفوا احد. مرغوبی که شبیه هیچ مرغوب دیگری نیست. او چیه؟ او چیه؟ او رو نمیتونیم بفهمیم مگر این که خودش انتخاب کنه بنده ای را و معرفی کنه و بفهمه، یعنی بدانه. بفهمه هم میگیم، امام رضا گفت بدانه. طرف بداند خدا را. هر کس نمیداند، کار فکر و کاوش ذهنم نیست. ابن حازم هم همینو میگه اگر غیر اینو بگیم گرامی نشمردیم خدا را. شبیه چیزای دیگه هم امتیاز قائل نشدیم برای خدا. چیزای دیگه هم ما با نظر فکر بهش میرسیم. چیزای دیگه اینجوریه. شما هر غائب از حواسی را، هر غائب از حواس را از دیده الان در دیده نیست. شما خدمت عرض که با وصف بهش میرسی. و واصف تعرف به الاشیاء. بله، یه آقای یوسفی بود بین ما قبل از این. کیه آقای یوسفی؟ همون آقا که قدش اینجوری حرکت میکرد، اینا رو میگفت. هی وصف میکنی تا اینکه بشناسی. اینا ما به غائب با وصف میرسیم. این غائبی که ازش صحبت میکنیم خالق هستی، با وصف بهش نمیرسی. و واصف تعرف به الاشیاء. اما این غائبی که الان ابن حازم از او سخن آورده، الله، غائبی است که با وصف شناخته نمیشه. یه مشکلیه که تمام خلق گرفتارشن. به قول امام الملأ الاعلی یطلبونه کما تطلبونه انت. آسمانیان گرفتار این ناشناختن هستند. جبرئیل گرفتار نشناسی. این نشناسی خدا بارش سنگینه. الان نبید که بازار فلسفه داغه و مردم بیخبر از خدا هستند و راحت میگذرن از این مسئله. اینا غیر خدا پرستی دنبالشه، فقط عبد غیره. اینا دست آدم خالی میذاره. اینه که ببینی شوق به نماز نیست، شوق به روزه نیست، چون خدا شناخته نشده. خدا خیلی خوبه، خیلی خدا خوبه. و خیلی حیفه که با خدا آشنا
نشیم و بمیریم. حالا من عرض کردم تو این کلاس که این مشکل خدا نشناسی، خدای همانند نمیگم ها، خدای مثلدار رو نمیگم، خدایی که ما رو درست کرده. بله مشکلش عبادت غیر خداست. حالا یه مشکل جدید پیدا کردیم از آیه و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما و اضل سبیلا. اینجا خدا نشناسی، اونجا هم خدا نمیشناسی. اونجا دیگه ما گرفتار ابد هستیم و کار دردناکه. اینجا خدا نشناسی، اونجا هم خدا نمیشناسی. دیگه مجبوری بگی یا مالک لیقضی علینا ربک، خدای تو. من که نمیدونم اون کیه، ولی خدای تو هر کی هست بهش بگو ما رو هلاک کنه. اونا خدا نمیشناسن. اما دعای کمیل یک نوید دیگری داده از این طرف برای خداشناس ها. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خداشناس، خدا دوست میفرماید این که فهبنی صبرت علی بلائک فکیف اصبر علی. بل نه این نه اینجا. بله فکیف اصبر علی فراقک، یا این نه همون جمله دوم لانادینک در جهنم. فرض فهبنی یعنی فرض بگیر. حالا فهبنی کی؟ مگه کسی میتونه بر عذاب خدا صبر کنه؟ ولی فرض بگیر آدم یک گزافه گویی میکنه گاهی. یک گزافه گویی یعنی بالاخره افرض دیگه، فرض بگیر این که من صبر کردم بر عذابت. بعد میفرماید این که لانادینک این کنت، من اینجا دارم میسوزم، تو کجا بودی؟ ایشون در اون بلای جهنم فرض میگیرن خودشون رو هستند، میگن که خدا رو دارم. این خداشناس اگر در تعذیب الهی هم بیفته خداشناس، در تعذیب الهی هم. حالا حضرت یونس رو شما ببینید در زندان الهی افتاد اما خداشناس بود. اینجور نیست که مثلا خدا نشناس بشه یک خداشناس. گفت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینا نویدش هم بگیم که فقط هی تهدید نیست که خدا نشناس میری، خداشناس بشی هم خداشناس میری. حالا چیکار بکنیم خداشناس بشیم؟ گفتیم هیچ راهی نداره. فقط خواجه با بیخردی میخردم. ما فقط میتونیم خلق انداد بکنیم. آنم توفیق میخواد از خدا که دل به اغیار نبندی و به این و اون دل نبندی و اینا. هیچ راهی نداره. یعنی تا یأس من در کتابم آوردم هیچ وقت توفیق نشد دیروز کتاب خودمون بیارم تو این کلاس بخونم. اونم کتاب ارزشمندیه. یک روایت اونجا آوردم حتی دخل الیأس فی قلوبهم، تا ناامید نشی که تو به خدا راه نداری خدا نمیاد. تو فکر کنی یک راهی هست. این فلسفه چرا فلسفه میخونن؟ فلسفه میخونن که راه خداشناسی بر خودشون ببندن. اینا میخوان خدا بشناسن، لذا میرن فلسفه میخونن. ناامید از خداشناسی نیستن. راه خداشناسی ناامیدیه. حتی دخل الیأس فی قلوبهم. ابن حازم گفت که خدا رو نمیشه شناخت آقا. اجل است، اکرم است از این که
توسط وصف مخلوقی و توسط نگاه به یه مخلوقی، به شمس و قمری خدا رو بشناسی. اینجوری نیست خدا شناسی. اجل اکرمه. اینا مثلا آدم میخواد آقای سید انور بشناسه اینجوری با وصف و نگاه و میگه آقا کریمی رو ببین سید انور شبیه اینه، اینجوری با نگاه و نظر و فکر و وصف و اینا بهش میرسی. اما بالاخره اینجور نیست که شما خدا ممتاز از اینجور معروفیت، اینجوری نیست. او چیست پس؟ همون که فردوسی گفت ندانم چی، هرچه هستی توی. قال صدقت، راست گفتی ابن حازم. بقیه حدیث قلت ان من عرف ان له ربا فقد ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا و سخطا. حالا اگر کسی شناخت که سید داره باید بداند این سیدش گاهی ازش راضیه گاهی ازش راضی نیست. خب ما از کجا بفهمیم سید ما از کجا از ما راضیه کجا از ما راضی نیست؟ اینو حضرت ادریس یا اخنوخ ایشون دنبالش بود. 20 سال خودش و رفقاش میرفتن صحرا التماس میکردن به خدا که یه شریعتی به ما یاد بده. ایشون بعد از حضرت آدم بود. شریعتی به ما یاد بده، چون که این بین آدم و باز ادریس بحثه که فاصله بود، فاصله نبی مشهور نبود، فتره بود، فتره. خدایا به من شریعت یاد بده. 20 سال گذشت، دستاشو یه روز برد بالا، دستاش رو زمین میگذاشت. یه روز برد بالا، خدا بر او صحاف ادریس را نازل کرد بداند خدا کجا راضیه کجا ناراضیه. به خدا پناه میبرم از آنچه که خدا راضی نبود و توبه میکنم. و انه لا يعرف رضاه و سخطه الا بوحی او رسول. شناخته نمیشه کجا خدا راضیه راضی. اینجا فکر بکنی اینجا خدا خوشش میاد، این فکری نیست. یا باید خدا الهام کنه در دل بیفکنه، یا باید پیغمبر بفرسته و خبر بده من اینجا راضیم اینجا راضی نیستم. فمن لم یأته الوحی، حالا گیرم ما از جمله افراد خودمون باشیم، ما که وحی بر ما نازل نمیشه. حالا عواما رو چیکار دارید؟ یهو برمیگرده میگه خدا راضی نیست. مگه رسولی تو؟ مگه ملهمی تو؟ چی خدا راضی نیست؟ مگه میدونی؟ نه شریعت خونده نه رسول دیده، میاد میگه خدا راضی نیست. این حرف خلیفه خداست، حرف تو نیست که. اگر که مثلا وحی برات نازل نمیشه فینبغی له ان یطلب الرسول، این که وحی برش نازل نمیشه بگرده ببینه کی راجع به رضا و سخط خدا حرف داره، کی حرف داره. خدا زیاد در زبانشه. بعد میگه که عرف انهم الحجه، یعنی ما باید دنبال کسی باشیم که رسالت داره. رسالت یعنی خیلی از مردم برای خودشون زندگی میکنن، زندگی و کار و تلاش و که بخوره و بخوابه و بنوشه و اینا. مردم اینجوری زندگی میکنن، خانه بسازه و بعد. اما بعضی از اندک مردم هستن پیغام دارند، پیغام دارن در زندگی.
حرف دارن از غیر، مثل این حضرت عیسی که و کلمته القاها، ایشون معنادار زندگی میکنه، از کسی دیگه خبر میده. عبد هراسان نصف شب بیدار میشه، چی شده؟ نه گرگ حمله کرده، نه دزد زده، نه دشمن حمله کرده، چرا هراسانی هر شب؟ الان خوابیدی، بخواب. این مرد کلمت الله، این گویای یک سید دیگری است. کاراش کارای او گواه از سید دیگری است. ما تا اینجا که میدیدیم اگر یک کسی رئیس میشد دیگه خودش آخر خط بود، این دیگه سید همه است و این دیگه راحت بخوابه، راحت بخوره و راحت بنوشه. اما وقتی ما به عیسی و علی ابن ابی طالب رسیدیم دیدیم اینا تازه عبدن. اونجور که فکر میکردیم که شاه مثل شاه‌ها کار کنن رفتار کنن، اینجوری نیستن. اینا نصف شب بیدار میشن، هراسان. سید داره. عبودیت سرتاپای وجود عیسی و علی ابن ابی طالب را گرفته. خب بعد که این پیغام ها را از این مردان الهی ربانی، مردانی که سروردارند، اینا دیگه راحت شناخته میشه رفقا. یعنی اینجور نیست مثلا شما یک رئیس رو که میبینی زود میفهمی که این مست قدرت یا عبد پیغام آوره، زود شناخته میشه. یا یک رئیس که ببینی زود شناخته میشه. اگر اون رو دیدید میفهمید این حجته، یعنی خداوند یه چیزی که داره که عجیبه. و مثلا ما میگیم آقای اخلاقی ایشون اعتبار داره نداره، یه نامه مینویسیم اسمش تزکیه است. تزکیه، ما تزکیه دادن هامون کاغذیه، اما خدا بخواد تزکیه بده یه بنده ای را بهش عقل میده. تزکیت الله المرء عقله، بهش عقل میده. یعنی یکی رو دیدی خوب عقل داره، عقال میکنه، همه جا نمیره، هر حرفی رو نمیزنه، هر چی رو نگاه نمیکنه، این خدا داره میگه اینو من پسندیدم، عقال دادم بهش. عقال یعنی خویشتن‌داری. این نبی و رسول که شما میبینید که از خوابش میزنه، خدا شاهده کار سختی، از خوابش میزنه، از خوراکش میزنه، از خوشیش میزنه. کسی هم دنبالشش نمیبینی که مثلا ایشون یک مولایی داره بالا سرش داره چوبش میزنه، شلاقش میزنه. نه اینجوری نیست. ترس از غیب داره، از نادیدنی ترس داره. اگر راحت بگیره بخوابه بخوره چیزی نمیشه، ما نمیفهمیم چیزی بشه. پسر همین آقای علی بن ابی طالب راحت میشینه میخوره میخوابه هیچیش هم نمیشه. مثلا عمر بن علی، حالا ما مثال ایشونو بزنیم، هر کیو مثال نزن، پسرشه، ولی خیلی پسرای ائمه راحتن تو زندگی، مثل باباشون نیستن. باباشون خیلی میترسه. این میفهمیم که این آقا حجته. این کلمه حجت رو میخواستم برسونم. حجت یعنی اینی که شما مثل این نباشی، شما غلط زندگی میکنی. درست زندگی کردن مثل اینه. حالا خدا بازخواست نکنه، اما اگر خدا بازخواست کرد میزان بازخواستش امام صادقه. شب سرما زمستون همه زیر پتو پیش خانوماشون هستن. دیدم که زین العابدین از خانه برون، از کجا آقا؟ همه تو خونه ها زیر کرسی ها. گفتن که میرم که حورالعین را از خدا خواستگاری کنم.
شب ماه رمضان بود، داشتم میرفتم مسجد. سرمای مدینه هم سرده. این مرد اینجوری ماه رمضان خدا اینجوری میخواد. این حجت. حالا نمیدونم واجب مستحب اینا رو جدیده یا میگن. قدیم واجب مستحب نداشتن به قول حضرت عباس. اینجوری باید زندگی کنی دیگه. و ان لهم الطاعة المفترضه. اگر این آقا بگه تو هم بیا باید بری، واجبه بری. تو هم بیا. به جای که بری خونت بخوابی بیا مسجد. این میشه واجب. فقلت للناس أليس تعلمون أن رسول الله كان هو الحجة من الله على خلقه. ابن حازم میگه آقا شما مگه نمیدانید پیغمبر حجت خدا بود؟ بله پیغمبر حجت خدا بود. خب فحین مضا من کان الحجه. وقتی ایشون رفتن حجت کی بود؟ حالا بشنو چی گفته عمر، چی یاد رفقاش داده. قالوا القرآن. عمر گفته حجت زندگی ما قرآنه. راست و چپمونو قرآن به ما نشون میده. راست برو چپ نرو. نمیدونم. و همین الان که این حرف شما شنیدید، شما در این میری بقالی، میری مدرسه دخترت، قرآن برات رساس رسیده، مطلب داره؟ نرسیدیم دیگه. قرآن اگه مطلب هم داره که من تو مدرسه دخترم بایستی الان چی بگم به خانم معلم، به من نرسیده. من نمیدونم. شما الان در چند دوره تفسیر هم شرکت کنید، آخرش تو زندگی نمیده چیکار باید بکنید. زندگی نیاز داره یک مهدی بین ما باشه راه بره، مثل ما زندگی کنه. ما بفهمیم که این صبیه رو آخرش به کدوم خواستگار بدیم. او باید نشون اون بده. یه شراب خوری که مثلا پول داره دخترش رو نمیده. امام زمان نمیده دخترش. اینجوری بفهمیم چه قصه. از قرآن ما نمیفهمیم. حالا من که نمیفهمم. شما میفهمید زندگی کنید با قرآن. من که نمیتونم با قرآن زندگی کنم. حجت میخواد. فنظرت فی القرآن فاذا هو، بله قرآن را نظر کردم دیدم که قرآن مرجعی، قدری، زندیق همه میان با همین قرآن. آقا زندیق خدا نشناس میاد به قرآن احتجاج میکنه، میگه خدا نیست. قرآن میگه خدا نیست. لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته. کسی که اصلا قبول نداره خدا رو، عدل خدا رو قبول نداره، از سنی عدل خدا رو قبول ندارن، به قرآن احتجاج میکنه. فعرفت ان القرآن لا یکون حجه. دیدم که قرآن حجت نمیشه الا بقیم، مگر یک بازگو کننده قرآن، یک مقوم این آیه در این زمان. الان شما آیه شما اینه. الان شما مجاهدین، مؤسسین دولت اسلامی، از زید شهید به اینجا، اینا احتجاجشون چیه؟ من دیدم دیگه خیلی هم شدید هستن. آیات قرآن. آقا قاعدین، اونایی که نشستن در خانه ها، من یادم رفتیم اول سقوط عراق این علمای بغداد رو چرخ میزدیم، چند ماه اونجا بودیم، این عالم اون عالم. آقا اینجا عراق دولت حکومت نداره. شما نمیخواید وقف رو بگیری، وزارت اقتصاد رو بگیری، وزارت، نه کار من نیست. قاعدین یادم علمای شیعه نظرشون بر این است که ما با حکومتداری کاری نداشته باشیم. حالا در عراق اینجوری بود، در بغداد یادم خدا شاهد، وکلا رو میدیدیم یکی یکی،
حجت شما چیه؟ آیه کریمه میفرماید کفوا ایدیکم. ببین اون میگه کفوا ایدیکم، این میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین. حالا این آیه مال این زمان ماست، این آیه مال این زمان ماست. قیم میخواد یک کسی که بگه این تا این وقت شما حق با شماست، از این وقت به بعد حق با این آقاست. آیات قرآن هم جهاد داره هم قعود داره. مثل میزنم ها، ولی شما دارید میبینید علمای شیعه دو طائفه هستن، احتجاجشون به همین کتابه. چی نیازه؟ قیم میخواد، مهدی میخواد. اگر نه هم من میگم هم تو میگی تموم نمیشه. فصل الخطاب میخواد فما قال فیه من شیء کان حقا، هرچه او بگوید درست است. اللهم نبهنا من نومة الغافلین و ثبتنا على ولایت امیر المؤمنین و عرف لنا نفسك یا اله السماوات والارض و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین.